سلام به روی ماهتون. من محمد عزیزی هستم از آکادمی آموزش لرنپارس. قراره توی این ویدیو به شما نحوه نصب و راه اندازی سرور فیلتر شکن رو به شما آموزش بدیم. توی این آموزش قراره یکی از پنل های XUI رو برای شما نصب کنیم که حالا تفاوتی نداره، شما هر کدوم از ادیتور رو نصب کنید تقریبا همه 95% به هم شباهت دارن. حالا 5% یه سری آپشن ها زحمت کشیدن اضافه کردن به این پنل. خب توی مرحله اول ما به یه سرور احتیاج داریم. این سرور باید یه لوکیشن خارج از لوکیشن ایران باشه. شما اگه قرار باشه بخواید سرور ایران تهیه کنی برای این موضوع، خب 100% داری راه اشتباه میری، چون خود سرور محدوده، پس کاری برای شما انجام نمیده. شما یه لوکیشن تهیه میکنی غیر از لوکیشن ایران باشه. بعد یه نکته رو هم دقت داشته باشید، سعی کنید یعنی سعی کنید که نه، باید حتما یه آی پی پیدا کنید که آی پی تمیز باشه و به اصطلاح فیلتر نشده باشه. حالا یه سری سایت هستن مثل چک هاست و هاست ترکر هست که شما میتونید آی پی سرورتون رو بهش بدید تا براتون چک کنه که آی پی شما سالم هست یا نه. چون الان اینجا مثلا ما یه آی پی که بزنیم لوکیشن ایران هم وجود داره که از طریق لوکیشن ایران به سرور ما پینگ میده، به این سروری که گرفتیم و آی پی رو وارد کردیم. اگه قرار باشه پینگ به سلامت پکت ها رو ارسال کنه و برگرده، یعنی سرور ما سالم هست و هیچ گونه مشکلی نداره، میتونیم ازش استفاده کنیم. خب ما اینجا سرور تهیه کردیم، بعد وارد سرور میشیم، به سرورمون لاگین میکنیم. در این قسمت ما پسوردمون رو میزنیم و حالا میریم به قسمت ترمینال. خب اینجا ما یه دستوری که خیلی نیاز هست همیشه تو همه سرورها این دستور رو اول کار بزنی، دستور آپدیت هست و سپس دستور آپگرید. خب حالا دستور آپگرید رو میزنیم. حالا طبیعتا این دستور یکم طول میکشه که بستگی به سرعت سرورتون داره. معمولا سرورهای شرکت اتنر خیلی عالی هستن در این مورد، یعنی کار شما رو خیلی سریعتر را میندازن، ولی حالا شما 5 دقیقه باید تقریبا صبر داشته باشید که این پروسه انجام بشه. حالا تا اینجا ما پروسه‌مون تموم بشه، بریم حالا دنبال پنلی که می‌خواید نصب کنید. من اینجا صنایع رو انتخاب کردم. حالا فرقی نداره شما هر کدوم رو انتخاب کنید، کاملا مختاری در این قضیه و زیاد تفاوت خاصی هم ندارن. البته یه سری نسخه‌های چینی هست که پیشنهاد میشه نصب نکنید، چون طبیعتا کار با زبان چینی یکم مشکله و باید هی ترنسلیت کنی، پس کار بیهوده‌ای هست که شما بخواید اون ورژن رو نصب کنید. خب اینجا کافیه فقط همین دستور رو ما کپی بزنیم، بعد برگردیم به صفحه ترمینالمون. حالا این دو در سرش هم تموم بشه. برای پیست کردن دستور توی محیط ترمینال شما فقط کافیه کلیک راست رو بزنید تا دستور اینجا پیست بشه. بعد اینتر رو بزنید که مراحل نصب پنلتون انجام بشه. در اینجا اولین سوالی که میاد گزینه وای رو بزنید که سوال رو مثبت پاسخ داده باشید. توی اولین قسمت از ما یوزرنیم میخواد. این یوزرنیم برای صفحه ورود به سرورمون، به پنل سرورمون لازمه که اینجا هر چیزی رو بزنید کاملا قابل انتخاب هست. من اینجا لرن پارس رو میزنم و در قسمت دوم از ما پسورد رو میخواد که من اینجا پسورد 123 رو انتخاب میکنم و در این قسمت از همون پورت میخواد. این پورت برای لاگین کردن به صفحه‌مون هست که سعی کنید پورت از 1100 به بالا انتخاب کنید. حالا هر پورتی باشه مشکل نداره، مثلا من اینجا پورت 4499 رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. خب الان پنل ما کاملا نصب شد. اگه ما اینجا آی پی رو که داریم رو توی مرورگرمون باز کنیم و پورت رو آخرش اضافه کنیم، میتونیم به پنلمون وارد بشیم. خب من اینجا آدرس آی پی رو وارد میکنم، بعد پورت 4499 رو که انتخاب کرده بودیم. خب حالا اینجا بذاریم لود بشه و در اینجا برای اینکه دسترسی داشته باشیم به دستورات مربوط به پنل XUI مون، فقط کافیه X خط تیر UI رو بنویسیم و اینتر رو بزنیم. خب اینجا یه سری گزینه ها هست که به ترتیب حالا یه توضیحات کوچیکی رو براتون اینجا ارائه میدم که آشنا بشید با پنل. خب گزینه اول خارج میشه از این اسکریپتی که برامون باز شده و این پنل رو میبنده به اصطلاح، که البته با زدن کنترل سی هم شما میتونید این کار رو انجام بدید. گزینه یک برای نصب پنل XUI هست. ما یه دونه X ray داریم که میشه هسته مرکزی
سرور وی پی مون و یه دونه پنل داریم به نام XUI که ظاهر گرافیکی رو به پنلمون میده. همین ظاهری که شما اینجا دارید میبینی از پنل XUI ما هست که اینو میتونید جدا حذف کنید و نصب کنید، هیچ مشکلی هم نداره. خب گزینه دوم آپدیتش هست که مثلا زمانی که آقای صنایع زحمت بکشه ورژن جدید ارائه بده، شما میتونید آپدیت رو بزنید که آپدیت صورت بگیره. گزینه سوم حذف همین پنل XUI هست. گزینه چهارم برای ست کردن مجدد یوزرنیم و پسورد پنلتون هست. پنجم برای رست کردن کل تنظیمات پنلتون هست. ششم برای تغییر دادن پورت پنلتون هست، همین پورت 4499. گزینه هفتم این تغییرات مثلا زمانی که یوزرنیم پسورد و پورت پنلتون رو فراموش کنید گزینه 7 رو بزنید مجدد بهتون نشون میده. گزینه 8 رو که بزنید برای زمانی هست که طبیعتا شما گزینه 9 رو زده باشید، یعنی استاپ کرده باشید پنلتون رو. با گزینه 8 میتونید دو مجدد استارت بزنید. گزینه 10 برای ریستارت هست. گزینه 11 رو که بزنید میتونید استاتوس یعنی وضعیت XUI رو ببینید. توی گزینه 12 شما میتونید لاگ هاتون رو ببینید که اگه حالا با اخطاری با اروری مواجه شده باشید میتونید این قسمت مشاهده کنید. بعد گزینه 13 رو که بزنید برای زمانی کاربرد داره که اگر سرور شما خاموش روشن بشه مجدد خودش به صورت اتوماتیک استارت میشه و نیازی نیست شما بیاید دستی پنلتون رو استارت کنید. گزینه 14 برای خاموش کردن یا غیر فعال کردن همین قابلیت. گزینه 15 برای گرفتن گواهینامه یا همون مجوز SSL هست. گزینه 16 برای گرفتن SSL Cloudflare هست. گزینه 17 IP لیمیت مدیریت IP لیمیت هست. برای IP لیمیت برای همون قسمتی هست که بخواد محدودیت کاربر به اصطلاح بذارید. البته محدودیت کاربر نیست، واقعا محدودیت IP هست. حالا یه سری دوستان اشتباه این لفظ رو به کار میبرن، چون اگه قرار باشه محدودیت کاربر باشه یعنی یه دونه کاربر که متصل شد کاربر مجددی نمیتونه وصل بشه، در حالی که این شکلی نیست و کاملا IP لیمیت هست همونطور که نوشته شده. یعنی اگه قرار باشه 100 تا کاربر از یه دونه وای فای از یه جا از یه اینترنت خاص استفاده کنن قطعا هر 100 نفرشون میتونن وصل بشن و طبیعتا IP لیمیتتون اینجا هیچ کاربردی نداره. یعنی اگه خواستی مثلا اکانت‌های نامحدود ارائه بدید با قابلیت یک کاربر بودن، این رو در نظر داشته باشید که 100 کاربر هم حتی میتونن به شرطی که از یک وای فای یک دونه اینترنت استفاده کنن وصل بشن. یعنی اگه قرار باشه 100 نفر به یه دونه اینترنت ایرانسل یه دونه گوشی که حالا یه نقطه براش تولید کرده باشن، نقطه دستیابی براش فعال کرده باشن یا همون وای فایش رو فعال کرده باشن به اشتراک بذارن، میتونن 100 نفر 200 نفر هر چند نفری که بخوام به اینترنت وصل بشن میتونن به این اکانت فیلتر شکنن وصل بشن و هیچ محدودیتی براشون نداره. گزینه 18 برای مدیریت وارپ هست. حالا اینو ترجیح میدم جدا براش ویدیو تهیه کنیم. گزینه 19 فعال کردن BBR هست که حالا گزینه خوبی، حتما پیشنهاد میکنم همیشه این گزینه رو بزنین هم بلافاصله بعد از نصب پنلتون. بعد گزینه 20 برای آپدیت فایل GEO هست. گزینه 21 هم که در مورد فایروال فعال کردن فایروال روی پورتا هست و گزینه 22 هم برای تست سرعت هست. حالا من چون گزینه 19 رو هم خودم هم همیشه عادت دارم و گزینه ای هست که خوبه برای سرورتون، همیشه اون رو پیش‌فرض میزنم. حالا اینجا هم بزنیم که BBRمون فعال بشه که حالا زیاد طول نمیکشه، در حد چند ثانیه. خب اینجا تموم شد. حالا ما میریم به سراغ پنلمون. خب ما یوزرنیم رو توی موقع نصب لرن پارس انتخاب کرده بودیم و پسورد رو هم 123. اینجا لاگین رو انجام میدیم تا وارد پنل بشیم. خب حالا اینجا یه سری توضیحات کامل براتون ارائه میدیم که کامل شما با این پنل آشنا شده باشید. خب در اینجا 4 تا گزینه داره که داره وضعیت سرور رو به ما نشون میده، حالا از لحاظ CPU و رم و هارد و هر چیزی که مربوط به سخت افزار سرورمون باشه. اگه دیدید این سخت افزار حالا مخصوصا CPU و رممون فول شده بود، پر شده بود، به تقریبا نقطه 90% به بالا رسیده بود، نیازه که شما بری رم و CPU سرورتون رو ارتقا بدید که معمولا مثلا رم 2 اینجا که ما رم 4 حالا داریم معمولا تا 400 نفر 500 نفر رو جاگو هست، ولی بیشتر از اون پنل کند میشه. برای اینکه پنل از کندی در بیاد بهتره اینو ارتقا بدید. خب در اینجا کلا ورژن پنلمون رو برامون میزنه، از X-Ray و XUI گرفته، هر دوتاش هست. این 1.7.8 مربوط به پنل صنایع هست و X-Ray هم که مشخصه 1.8.4 هست. در این قسمت هم ما 3 تا گزینه داره که توی پنل صنایع زحمت کشیده اینجا بکاپ و ریستور رو خیلی جالب گذاشته. یعنی شما
شما روش کلیک کنید همزمان میتونید هم بکاپ رو دانلود کنید هم اینجا هم آپلود کنید. معمولا تو 90% پنل‌های دیگه شما باید برید به صورت دستی فایل رو دانلود کنید، بعد برید باز مجدد از طریق حالا نرم افزارهای زیادی هست، مثلا اینجا شما میتونید از طریق SFTP که بزنید پنجره که باز بشه، شما میتونید در اینجا به سرور دسترسی داشته باشید و فایل رو آپلود کنید، فایل دیتابیس که اینجا آی صنایع زحمت کشیده برای شما راحت کرده، با یک کلیک میتونید کار رو انجام بدید. قسمت کانفیگ های ما رو نشون میده، حالا چند کاربرم داشته باشیم اینجا نشون میده با یه سری تنظیمات پنل. و قسمت لاگ هم که لاگ ها رو به شما نشون میده، حالا اگه اروری باگی چیزی گرفته باشید اینجا قابل نمایشه. اینجا که خیلی وضعیت مهمی هست، اگر دیدید تو این قسمت استاتوس اینجا زده رانینگ که یعنی به درستی داره پنل شما کار میکنه. اگر اینجا ارور زده باشه و قرمز میشه، اینو بدونید که سرورتون از کار میفته و هیچ کدوم از کاربراتون نمیتونه وصل بشه. حالا دلایل زیادی داره که اینجا شما ارور بگیرید، مثلا اگه کاربری تعریف کنید که UID نداشته باشه اینجا ارور میگیرید، اگه کاربری تعریف کنید تکراری باشه شما اینجا ارور میگیرید. حالا یه سری موارد دیگه هست که شما به محض اینکه چون یه گزینه هم بهتون بگم، دیتابیس های این پنل واقعا خیلی حساسه، یعنی کوچکترین اختلالی توش به وجود بیاد دیگه شما دیتاتون رو از دست دادید، یعنی به هیچ عنوان قابل اصلاح هم نیست. توی یه سری موارد مثلا ساخت اکانت همنام میشه درست کرد قضیه رو تقریبا. یه گزینه رو حالا مورد اطمینان حالا بهتون میگم که داشته باشید تو ذهنتون، هر زمانی که اینجا به اروری برخورد کردید قبل از همه کارا بیایید آخرین یوزری که ساختید رو چک کنید. معمولا 90% پیش میاد از اسمای تکراری استفاده میشه یا حالا یه سری چیزهای دیگه که بهتون حالا توضیح میدم. شما هم حالا اگه قضیه‌ای داشتید، مشکلی براتون پیش اومد و اروری گرفتید، زحمت بکشید توی قسمت کامنت ها اعلام کنید که حالا ما برای ارور شما مگه تا جایی که امکان باشه راه حل بدیم، بتونید حلش کنید بدون که مجبور باشید دیتابیس و سرورتون رو پاک کنید و مجدد نصب کنید، چون خودتون میدونید با پاک کردن سرور و مجدد نصب کردنش کل کاربراتون قطع میشن و باید از 0 تا 100 دوباره کاربر بسازید و دوباره بهشون کانفیگ تحویل بدید. خب در این قسمت شما میتونید سرور رو مدیریت کنید، هم ورژناشو تغییر بدید، هم رستارت بزنید، هم استاپ بزنید دیگه به پنلتون. خیلی راحت هم با زدن کلیدا کارتون راه میفته. اینجا هم آپ تایماتون رو نشون میده، او استون که مربوط به سیستم عاملتون هست، ایکس ری هم که مربوط به خود سیستم ایکس ری هست، شما میتونید خود سیستم ایکس ری رو متوقف بزنید، حالا توقف بزنید که جدا حالا فعال باشه یا فعال نباشه. مثلا من 30 دقیقه قبل اسم روشن شده سیستم عاملم سرورم، ولی در حالی که فقط 9 دقیقه از سیستم ایکس ری رو نصب کردم و فعال هست. قسمت سیستم لود هم که مربوط به لودهای سیستم هست، حالا گزینه خاصی نداره اینجا هم که مربوط به قسمت رم سرورتون است، باز زیاد مهم نیست، حالا اینجا بهتر میتونید مدیریتش کنید. در این قسمت هم این حالا برای زمانی هست که ست بشه جدا آی پی ست کنید، توی قسمت سیتینگ اینجا نمایش داده میشه. در این قسمت هم پورت های یو دی پی تی سی پی هست که درگیر هست که نشون میده تعدادشون رو. اینجا هم میزان حجمی که داره آپلود و دانلود میشه رو بر ثانیه به شما نشون میده و در این قسمت هم حجم کلی که آپلود شده و حجم کلی که دانلود شده رو به ما نشون میده. این از صفحه اصلی و اولیه. در این قسمت صفحه سرویس ها شما میتونید کاربراتون رو مدیریت کنید، پورت هایی رو که کاربرا باهاش اتصال برقرار میکنن رو کامل مدیریت کنید و اینجا هم کل حجم دانلود و آپلود رو به شما نشون میده، کل تعداد کاربرا رو و حجمی که کامل مصرف شده، یعنی جفت این دوتا عددی که اینجا هست آپلود دانلود رو اینجا برامون محاسبه میکنه. در این قسمت هم تعداد کاربرا رو نشون میده و بعد حالا اینجا باز خودش یه سری توضیحات داره که سعی میکنم توی یه ویدیو جدا این رو قرار بدیم که چه جوری و چه شکلی بخوایم سرویس هامون رو تعریف کنیم که بیشترین استفاده رو داشته باشه و خیلی بهتر باشه از نظر کارایی و سرعت. به قسمت پنل سیتینگ که ما تنظیمات زیادی داریم و یه چیزی هم یادتون باشه اینجا هم خودش اخطار داده، هر زمانی که تغییراتی انجام دادید گزینه سیف رو که زدید رستارت پنل رو هم بزنید که حالا تغییرات برای شما اعمال بشه و بهتون نشون داده بشه. خب اینجا یه سری گزینه ها هست که من ترجیح میدم گزینه هایی که بیشتر مورد کاربرد هست رو برای شما توضیح بدم. اولین چیزی که مورد کاربرد خب پورت هست که اینو میتونید از طریق ترمینال هم تغییر بدید، از اینجا میشه همین پورتی که مربوط به این قسمت هست و میتونید اینجا تغییر بدید. این دوتا گزینه برای زمانی هست که شما بخواید
سرویس هایی با TLS یا همون مجوز SSL به کاربرتون ارائه بدید که من پیشنهاد میکنم استفاده نکنید، چون واقعا بیشترین اختلال روی همون پروتکل HTTPS هست. پس سعی کنید ازش استفاده نکنید، بهتر هست. حالا یه سری تغییرات دیگه، یه سری جزئیات دیگه هم هست اینجا که شما میتونید انجام بدید. یکیش که تایم زون هست، حتما اینو روی تهران بذارید. و اینجا هم زبان پنل هست که میتونید زبان فارسی رو هم انتخاب کنید. حالا من خودم بیشتر روی زبان انگلیسی راحت ترم، که شما هم همون روی انگلیسی باشید خیلی بهتره، چون یه سری اصطلاحات هست توی انگلیسی که واقعا معنی خاصی پیدا نمیکنه توی فارسی، به خاطر همون بهتره همون روی انگلیسی باشید، خیلی بهتره. خب اینجا میتونید شما یوزرنیم و پسوردتون رو تغییر بدید، که در اینجا یوزرنیم قبلی و پسورد قبلی رو میزنید و یوزرنیم و پسورد جدید رو هم توی این دوتا کاد میزنید و کانفرم رو که بزنید تغییرات اعمال میشه. و بعد بخش سکرت توکن هست که این خیلی عالیه، میتونید ازش استفاده کنید. دلیل عالی بودنش هم اینه که شما میتونید با یه دونه توکنی که دارید دسترسی داشته باشید به پنل، که این خود به خود امنیت سرورتون پنلتون رو خیلی بیشتر میبره بالا. چون طبیعتا پنل های XUI چون حالت کپچا هم ندارن زمان ورود، میشه رویشون حملات بروت فورس اجرا کرد که از لیست بزرگی از یوزرنیم و پسوردها استفاده میکنن برای کرک پنلتون، که معمولا این کار خیلی کم پیش میاد، ولی حالا شما 1% در نظر بگیرید اگه پیش بیاد امکانش هست. و متاسفانه پنل XUI جوری هست که اصلا محدودیتی بر تعداد لاگین نداره و خیلی راحت میتونن به شما اتک بزنن. خب اینجا هم یه سری تنظیمات مربوط به اکسری رو داریم که اینجا میتونه شما تغییرات رو انجام بدید و یه خوبی هم که داره اینجا شما میتونید با گزینه reset to default کل تنظیمات رو برگردونید به حالت پیش‌فرض. اینجا هم شما میتونید بات تلگرامیتون رو راه اندازی کنید که خیلی راحته، کافیه از طریق بات فازری که هست توی تلگرام یه دونه بات برای خودتون بسازید، توکنش رو بدید اینجا رو فعال کنید. بعد میتونید به صورت روزانه یا هر ساعتی که دوست داشته باشید بکاپ تهیه کنید توی تلگرامتون داشته باشید، که پیشنهاد میدونم این گزینه رو فعال کنید چون خیلی خوبه، مخصوصا برای کسایی که کاربر زیادی دارن. اگه یه موقعی که توی دیتابیسشون اختلالی پیش بیاد مجبورن کل دیتاشون بره، ولی اگه دیتابیسشون رو روزانه یا ساعتی یا هر تایمی حالا که خودشون مد نظرشون هست بکاپ بگیرن خیلی بهتره. طبیعتا اطلاعات خیلی کمتری از دستتون میره و خیلی راحت میتونی کاربراتون رو برگردونید. خب چیزایی که مهم بود در همین حد بود، همینا رو بدونید برای شما خیلی کفایت میکنه و کارتون رو را میندازه. همونطور هم که بهتون گفتم سایر پنل‌های دیگه هم واقعا چیز مجزا و جدید دیگه‌ای یعنی زیاد ندارم، بخاطر همین من صنایع رو انتخاب کردم، چون واقعا از همشون میشه گفت کاملتره و امکانات بیشتری حالا زحمت کشیده گذاشته. و بخشی که میمونه سرویس ها هست که حالا نحوه تعریفش رو توی ویدیو جدا براتون تهیه میکنم. هر سوالی هر مشکلی هم داشتید در خصوص پنل های XUI توی همین زیر همین ویدیو کامنت کنید تا حالا سعی کنیم مشکلتون رو حل کنیم. تلگرام و اینستاگرام هم که در دسترس هست میتونید ارتباط داشته باشید با ما. ولی یه موردی رو هم یادتون نره، حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک ویدیو یادتون نره جهت حمایت از ما، و همونطور که گفتم سوالی چیزی هم بود کامنت ها بپرسید، حتما جواب میگیرید. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.